while in fog patches and showers early Friday, but improving to greater than 6 miles on Friday morning. سلام، امروز میخوام قلاش کشیدن رو بهتون یاد بدم. حالا بهش قولاژ یا قلاش چیزای مختلف میگم، ولی من بهش میگم قلاش. در واقع میخوام بهتون یاد بدم اون گلی که مرکز کردین رو چجوری به فرم سیلندر تبدیل کنید که بیس همه ظرف‌ها. مرحله اول سوراخ کردن گله که من قبلش با پهلوی دستم یه مقدار روی گلم رو صاف میکنم و با 2 تا شستام یه حفره کوچیک ایجاد میکنم روی گل، در واقع علامت میذارم. بعد با شسته به هم چسبیده و ثابت در واقع میرم به سمت صفحه چرخ تا جایی شستامو میبرم پایین که حس کنم 1 سانتیمتر مونده که به صفحه برسم، یعنی 1 سانتیمتر کف برای ظرفم میذارم. اولش شاید یه ذره چالشی باشه، ولی کم کم به صورت حسی دستتون میاد که چقدر باید شستاتون رو فرو ببرین. نکاتی هم که هست اینه که دستتون شستا ثابت باشن که موقع در واقع سوراخ کردن گلتون از مرکز خارج نشه و خیلی کفتون رو نازک نکنید، خیلی هم کلفت نذارید بمونه. مرحله دوم اون در واقع سوراخ که ایجاد کردیم و میخوایم یه مقدار بزرگترش کنیم تا به ظرفمون در واقع کف بدیم. به این کار میگن باز کردن گل. تو این مرحله من یا 4 تا انگشتم و یا شستامو در واقع از کف ظرف میگیرم، همزمان که دارم به کف فشار میدم به سمت خودم یا به سمت لبه های چرخ نزدیک میکنم. بازم نکته مهمش اینه که مچم ثابته. موقعی که دارم انگشتمو به کف ظرف فشار میدم سعی میکنم کفمو از اون 1 سانتیمتری که در نظر گرفته بودم نازکترش نکنم و قشنگ کف صاف داشته باشم. تقریبا یه زاویه 90 درجه با دیوارتون باید ایجاد بشه، یعنی سعی کنید موقعی که گلو باز میکنید کف ظرفتون شکل کاسه نگیره. کاملا کف ظرف رو یه دست با دستتون باز بکنید. بعضی راحت ترن با 2 تا انگشت انجام بدن، بعضی با شستاشون راحت ترن. اگه با شستم انجام دادین این کارو خیلی مهمه که شستاتون هم قفل باشه، یعنی قدرتمند باشه. من تو همه مراحل دستم به بدنم تکیه دادم که تمرکزم بیشتر باشه و تو دستم با هم در تماس نگه میدارم. این کار باعث میشه تمرکزم من بیشتر بشه. بعد از اینکه ظرفتون رو باز کردیم میریم برای قلاش کشیدن که کار اصلیه که امروز میخوام در موردش باهاتون صحبت بکنم. ببینید در واقع قلاش کشیدن یا پولاب کردن گل اینه که شما این دیواره کلفتی که ایجاد شده، الان گلمون رو مرکز کردیم، سوراخ کردیم، باز کردیم، الان انگار یه ظرف کوتاه داریم با یه دیواره کلفت. ما میخوایم به مرور این دیواره رو نازک کنیم و از طرفی هم ارتفاع بدیم به ظرفمون. این کار رو همراه با هم انجام دادنش رو میگن قلاش که الان میخوام بهتون یاد بدم چجوری این کار رو انجام بدیم. قلاش کشیدن در واقع به صورت تکنیکی اینه که شما یه دستتون رو بیرون دیواره ظرف قرار بدین، یه دستتون هم داخل دیواره ظرفتون قرار بدین. این 2 تا دست رو به هم دیگه نزدیک کنید، گل بین دستتون فشرده بشه و با یه مچ ثابت با یه سرعت منطقی بیارید به سمت لبه که با هر دوری که این گل لای دستتون میزنه اون گلی که جمع کردیم بین دستتون به سمت لبه ظرف بیاد که هم نازک بشه دیوارتون، هم ارتفاع پیدا کنه. حالا یه چیزی که خیلی مهمه اینه که شما هر 2 تا دستتون باید اولا ثابت باشه، یعنی عین مرکز کردن، سوراخ کردن، عین همه مراحل خیلی مهمه که مچاتون تکون نخوره. پس حتما اولی که تمرین میکنید نگاه کنید به مچتون و مهمترین نکته رو که باید رعایت کنید همین تکون نخوردن مچاتونه. نکته دوم اینه که 2 تا قسمتی از دستتون که حس بیشتر توش دارین و قدرت هم بیشتر دارید. ببین من مدل مختلف دارم توی فیلم قلاج میکشم که شما ببینید یه مدل وجود نداره. مثل نوشتن هر کسی یه مدلی راحت تره، ولی مثل چاپستیک دست گرفتن یا مداد دست گرفتن ببینید کدوم قسمت دستتونه که
قدرت بیشتری، کنترل بیشتری روش دارین. اون دوتا قسمت رو کاملا سعی کنید روبروی هم قرار بدین. منظورم از روبروی همینه که یکیش بیرون گل باشه، یکیش داخل گل بینشون باشه. ولی اگه این سیلندر منو شیشه‌ای هم در نظر بگیریم، من دستام کامل اون دوتا نقطه قدرتش روبروی همه. اون دوتا نقطه رو مقداری به هم نزدیک میکنین، فشار میارین و بعد همون فشار رو حفظ میکنید، میارید دستاتون رو بالا تا لبه. کار آسونی نیست، تمرین میخواد، ولی مهمترین کاریه که شما باید یاد بگیرید، چون بیس هر ظرفی که بخواید در آینده درست بکنید همین سیلندریه که الان ما داریم میسازیم و تقریبا مهمترین مهارتیه که مهمترین مهارتیه دقیقاً که باید پای چرخ یاد بگیریم. اگه دقت کنید من تو هر قلاش خیلی سرعتم کمه، یعنی وای میستم هر نقطه که در واقع دستم گرفتم قبل از اینکه بیام بالا یه دور کامل بزنه. سرعت بالا اومدن دستتون کاملا باید با سرعت چرخیدن چرختون هارمونی داشته باشه. حالا چه چرختون ولومیه چه پدالیه، سعی کنید یه سرعت رو ثابت کنید و بعد سرعت بالا آوردن دستتون رو با اون تنظیم کنید. یعنی من اگه خیلی زود دستامو بیارم بالا موقع قلاش، دیواره یکسانی نخواهم داشت یا گلم از مرکز خارج میشه. اگه خیلی کندم بخوام دستامو بیارم بالا، چون گل زیاد از حد تو اون نقطه فشار میچرخه نازک میشه و یهو میبینید وسط قلاش کشیدن گلتون پاره شد، زخمی شد و دیگه نتونستین با اون گل کار بکنید. اینم بگم که یه قلاش درست، یک گل خراب و یعنی یه ظرفی که مرکز نیست کلی ایراد داره رو میتونه درست بکنه، چون همزمان شما دارید هم مرکز میکنید دوباره، هم در واقع همه نقاط گلتون رو لمس میکنید. اون قسمتی که من الان تو فیلم دارم گل و فشار میدم بهش میگن دامن گل. اونجا کلی گل شما ذخیره دارید، سعی کنید اون قسمت رو ازش غافل نشین. یعنی قلاژ آخرتون که دیگه ظرف نازک شده بود، سعی کنید از اون قسمت ها گل بردارید و به دیوارتون اضافه کنید، چون از یه حدی هم بیشتر ما نمیخوایم دیگه دیوارمون نازک بشه. نکته بعدی که خیلی مهمه اینه که فرض کنید موقع قلاش کشیدن یه رشته های نامرئی از مچتون به آسمون وصله و داره دستتون رو میکشه به سمت آسمون یا سقف. این دستا موقع قلاش کشیدن نباید به سمت چپ برن نه به سمت راست، باید کاملا عمود، همونطوری که گفتم فرض کنید یه رشته هایی دارن دستتون رو میکشن بالا. این شکلی قلاش بکشین، چون شکل استوانه رو خیلی مهمه که تو همه مراحل حفظ بکنیم. اگر موقعی که قلاجتون رو گرفتین دیدین لبه ظرفتون چین خورده، بالا پایین شده، دلیل اصلیش این میتونه باشه که دستاتون کاملا روبروی هم نبوده اون دوتا نقطه فشار، یعنی یا جلو عقب بوده یا بالا پایین. این خیلی مهمه که اون روبروی هم بودنه رو کم کم پیدا کنید. من بعضی وقتا تو دست بیرونم یه ابرم نگه میدارم، خیلی ها دیگه هم این کار میکنن. این باعث میشه که یه ذره حستون کمتر میشه، یعنی بعدن که حرفه‌ای تر شدین باید این کار رو بکنید. ولی تو امان که دارین شما قلاج میکشین اینجوری کارتون پولیش هم میشه، یعنی ترتمیزتر میشه قلاجتون. برای همین بعضی وقتا من این مدلی قلاج میگیرم که دارید تو فیلم میبینید. بازم اگه دقت کنید توی قلاجایی که من دارم میگیرم سعی میکنم هر دو تا دستم با هم یه نقطه تماس داشته باشن. اینجوری خیلی تمرکزم بیشتره تا اینکه اون دست جدا بخواد بیاد بالا این دستم جدا بخواد بیاد بالا. هماهنگ کردن این دوتا با هم کار سختی میشه. نکته مهم همونطور که میبینید من قبل از هر قلاج آب میریزم روی دستم و وقتی که مطمئن شدم گل کاملا لغزنده است شروع میکنم به قلاج گرفتن. بازم دستان به هم وصله، سرعتم با سرعت چرخیدن چرخ تو هارمونیه و میتونید ببینید که با هر قلاج مقدار کمی ارتفاع ظرفم زیاد میشه. این نکته هم بگم که بعضی وقتا
با قلاجی که شما میکشین ضخامت ظرفتون رو دارین یکی میکنین. پس اگه یه بارم قلاج گرفتین دیدین که پس چرا ظرفم قدش بلند نشد، واسه اینه که تو قلاج قبلی خیلی خوب نیاوردین دستتون رو بالا، یه جاهای نازک شده، تو قلاج بعدی اون گله رو دادین اون قسمتایی که نازک شده جبران بشن. ولی بعد که دیگه درست شد دیگه قلاجتون رو که بکشین ارتفاع ظرفتون هم زیاد میشه. یادتون باشه که قلاج کشیدن احتیاج به تمرین داره، کاریه که مثل دوچرخه سواری و رانندگی باید بره توی در واقع حافظه ماهیچه هاتون، ذهنتون و جسمتون با همدیگه بخوان اونقدر هماهنگ بشن که به راحتی این کار رو انجام بدین. پیشنهاد من اینه که با گل رس و 500 گرم شروع کنید پای چرخ و سعی کنید سیلند بسازین. امیدوارم این ویدیو هم براتون مفید بوده باشه تا یه سری نکات بیشتر در مورد قلاج کشیدن یاد گرفته باشین.